سلام، وقت دوستان عزیز بخیر. زهرا پورسلیمان هستم، آرشیتکت و پژوهشگر. امروز میخوام در مورد کتاب شهرهای نامرئی با شما صحبت کنم. شهرهای نامرئی نوشته ایتالو کالوینو یکی از مهمترین آثار ادبی قرن 20 که در قالب یک گفتگو میان مارکوپولو و خان بزرگ مغول کیبلای خان یا قوبیلای خان به بررسی شهرهای خیالی و غیر مادی میپردازه. در این کتاب پولو به خان شهرهایی رو توصیف میکنه که در واقعیت وجود ندارن، بلکه نمادهایی از مفاهیم مختلف انسانیت، زندگی، فرهنگ و تاریخ هستند. کتاب به طور کلی در 9 بخش تقسیم شده که هر بخش به تعدادی شهر خیالی اختصاص داره. هر شهر ویژگی‌ها و صفات خاص خودشو داره که معمولاً نمایانگر جنبه‌ای از زندگی یا ذهن انسانه. این شهرها از نظر کالوینو نمادهای گوناگون از ایده‌ها، افکار و احساسات انسانی هستند. بعضی از ویژگی‌های برجسته کتاب شامل این موارده: ساختار غیرخطی. داستان به شکلی پراکنده و با استفاده از توصیف‌های متوالی از شهرها به پیش میره. تأمل فلسفی. کتاب به مفاهیم عمیق فلسفی از جمله ماهیت واقعیت، زمان، مکان و ارتباط بین انسان‌ها و دنیای اطرافشون پرداخته. زبان زیبا و پر استعاره. نثر کالوینو پیچیده و پر از تصاویریه که به خواننده فرصت میده تا به تفکر و تأمل بپردازه. این کتاب یکی از آثار برجسته در ادبیات مدرنه که خواننده رو به دنیای دیگه‌ای میبره و مرزهای واقعیت و غیر واقعی رو در هم میشکنه. بخش‌های مختلف کتاب شهرهای نامرئی به ترتیبی که خدمتتون عرض میکنم هست. بخش اول شهرهای حافظه. بخش دوم شهرهای چشمها. بخش سوم شهرهای نام. بخش چهارم شهرهای نشانه‌ها. بخش پنجم شهرهای عشق. بخش ششم شهرهای خوشبختی. بخش هفتم شهرهای خاطره. بخش هشتم شهرهای راز و بخش نهم شهرهای ابدی. این فهرست شامل تمام شهرهای خیالیه که مارکوپولو در کتاب شهرهای نامرئی به خان بزرگ مغول توصیف میکنه. شهر سوم دفر. در کتاب شهرهای نامرئی اثر ایتالو کالوینو، شهر دفر یکی از شهرهای خیالیه که مارکوپولو به توصیف اون میپردازه. این شهر مثل سایر شهرهای توصیف شده در کتاب حاوی مفاهیمی عمیق و فلسفیه که جنبه‌های مختلف زندگی انسان، روابط اجتماعی و معنای مکان رو بررسی میکنه. توصیف کلی شهر دفر. دفر شهریه که کالوینو اون رو به شکل جذاب و متناقض توصیف میکنه. از یک سو ساختار و زندگی در این شهر نمایانگر هماهنگی و نظمه، اما از سوی دیگه جزئیات زندگی روزمره در اون به شکلی پیچیده و پر از تضاده. دفر شهریه که قوانین اجتماعی و ساختاری اون چنان دقیق طراحی شدن که هر چیزی جایگاه مشخصی داره. با این حال این نظم ظاهری باعث میشه که زندگی در دفر خالی از شور و شوق به نظر برسه. مردم دفر با وجود بهره‌مندی از امکانات و رفاه در یک چرخه تکراری گرفتار شدن که معنای زندگی رو براشون کم رنگ کرده. معماری و ساختار شهر دفر. دفر از نظر معماری یک شاهکاره. خیابون‌ها، میدون‌ها و ساختمون‌ها با دقت هندسی طراحی شدن و هر کدوم کارکرد خاصی دارن. همه چیز در دفر هدفمند و کاربردیه. هیچ عنصری بی‌دلیل در شهر قرار نگرفته. خیابون‌ها و مسیرها. خیابان‌های دفر طوری طراحی شدن که جریان حرکت در شهر کاملاً بهینه باشه. هیچ ترافیکی وجود نداره و همه مسیرها به مقصد مشخصی منتهی میشن. ساختمون‌های دفر نمایانگر کاربردگرایی محض هستند. ظاهر اونها ساده و بی‌تزیینه، اما کارآمدی و عملکردشون اولویت داره. میدان‌های دفر مکان‌هایی برای تجمع مردم هستند. اما این تجمعات بیشتر جنبه رسمی و اداری دارند تا اجتماعی و دوستانه. زندگی روزمره در دفر.
زندگی در دفه به شدت تحت تاثیر نظم و مقررات حاکم بر شهره. ساکنان شهر از یک برنامه روزانه دقیق پیروی میکنن که تمام جنبه‌های زندگی اونها رو تعیین میکنه. کار در دفه به شکلی سازمانی یافته انجام میشه. هر فرد وظیفه مشخصی داره که باید بدون هیچ انحرافی انجام بده. تفریح در دفر هم طبق برنامه‌ریزی انجام میشه. هیچ گونه فعالیت خودجوش یا غیر منتظره‌ای در شهر وجود نداره. تعاملات اجتماعی. روابط اجتماعی در دفر رسمی و خشکن. مردم از تعاملات غیر ضروری اجتناب میکنن و فقط در چارچوب‌های تعیین شده با هم ارتباط برقرار میکنن. تناقض‌های دفر. یکی از ویژگی‌های برجسته دفر تناقض‌های موجود در این شهره. کالوینو از دفر به عنوان مثالی برای نشون دادن تضاد بین نظم و زندگی واقعی استفاده میکنه. نظم در مقابل آزادی. نظم شدید دفر باعث شده که آزادی فردی از بین بره. ساکنان شهر در چارچوب‌هایی قرار گرفتن که اجازه نمیده خلاقیت یا تنوع در زندگی اونها وارد بشه. کارآمدی در مقابل معنا. هرچند که دفر شهری کارآمد و عملکردیه، اما این کارآمدی باعث شده که زندگی خالی از معنا و احساس بشه. مردم در این شهر بیشتر شبیه ماشین‌هایی هستن که وظایفشون رو بدون هیچ احساس یا شوری انجام میدن. رفاه در مقابل رضایت. دفر از نظر امکانات رفاهی در سطح بالایی قرار داره، اما مردم شهر رضایتی از زندگیشون ندارن. این نشون دهنده اینه که رفاه مادی به تنهایی نمیتونه تضمین کننده خوشبختی باشه. مفهوم فلسفی دفر. دفر نمادی از جامعه‌ایه که در اون کارآمدی و نظم بیش از هر چیز دیگه اهمیت داره. کالوینو از طریق این شرح به این ایده اشاره میکنه که اگه جامعه‌ای بیش از حد به عملکرد و کارآمدی توجه کنه، جنبه‌های انسانی زندگی رو از دست میده. انتقاد از مدرنیسم. دفر میتونه به عنوان انتقادی از مدرنیسم و صنعتی شدن جوامع در نظر گرفته بشه. در دنیای مدرن تاکید بیش از حد بر نظم، کارآمدی و فناوری باعث شده که جنبه‌های انسانی زندگی مثل خلاقیت و احساسات نادیده گرفته بشه. هویت فردی در برابر جمع‌گرایی. در دفر هویت فردی قربانی جمع‌گرایی شده. ساکنان شهر در یک سیستم بزرگتر ادغام شدن و هیچ فرصتی برای بیان شخصیت و خلاقیتشون ندارن. معنای زندگی. دفر این سوال رو مطرح میکنه که آیا زندگی تنها در خدمت نظم و کار کرده یا اینکه نیاز به معنا و احساسات هم داره؟ شباهت دفر با جوامع واقعی. دفر رو میشه به عنوان بازتابی از جوامع صنعتی و مدرن در نظر گرفت. در این جوامع پیشرفت فناوری و تمرکز بر کارآمدی باعث شده که جنبه‌های انسانی زندگی کم رنگ بشن. محیط‌های کاری مدرن. بسیاری از محیط‌های کاری مدرن شباهت زیادی به دفر دارند. در این محیط‌ها افراد تنها به عنوان ابزارهایی برای تولید در نظر گرفته میشن و خلاقیت و احساسات اونها اهمیتی نداره. زندگی شهری. دفر میتونه بازتابی از زندگی شهری مدرن باشه که در اون انسان‌ها در بین انبوهی از قوانین و مقررات زندگی میکنن و فرصت کمی برای تجربه‌های شخصی معنادار دارن. فرهنگ مصرف‌گرایی. در جوامع مصرفگرا رفاه مادی اهمیت زیادی داره، اما این رفاه نمیتونه تضمین کننده خوشبختی باشه. دفر هم شهریه که با وجود رفاه مردم اون از زندگی خودشون رضایتی ندارن. پیام دفر در نهایت به ما یادآوری میکنه که نظم و کارآمدی باید در خدمت انسان باشه، نه اینکه انسانها در خدمت نظم قرار بگیرن. این شهر به عنوان هشداری در برابر افراط در نظم و از بین رفتن جنبه‌های انسانی زندگی عمل میکنه. تعادل بین نظم و خلاقیت. دفر نشون میده که زندگی نیازمند تعادلی بین نظم و خلاقیته. اهمیت هویت فردی. این شهر به ما یادآوری میکنه که هر فرد باید فرصت داشته باشه که هویت خودش رو بیان کنه. ضرورت معنا در زندگی. دفر تاکید میکنه که زندگی تنها در صورتی ارزشمنده که حاوی معنا و احساس باشه. نتیجه. دفر یکی از شهرهای نمادین و تاثیرگذار کتاب شهرهای نامرئیه که مفاهیمی عمیق درباره نظم، هویت و معنای زندگی رو به تصویر میکشه. این شهر به ما یادآوری میکنه که هرچند که نظم و کارآمدی اهمیت داره، اما بدون خلاقیت، آزادی و احساسات زندگی بی‌معنا خواهد بود.
ایتالو کاردینو از طریق دفر به بررسی جنبه‌های مختلف جامعه مدرن پرداخته و به شکلی هنرمندانه از داستان پردازی برای ارائه پیام‌های فلسفی استفاده می‌کنه. دفر همچون دیگر شهرهای نامرئی بازتابی از زندگی انسان و تلاش اون برای یافتن تعادل بین تضادهای زندگیه.